مرکز ضد تبعیض مموریال یک سازمان حامی حقوق مرکزش در بریوسل که با یک مراجعتنامه توجه ساختارهای شورای حقوق انسان سازمان ملل متحد را به مواردهای پایمال شدن حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان جلب کرده است. مموریال پامیری‌ها را اقلیت قومی و مذهبی نامیده به سازمان ملل خبر داده است که ماه نوامبر سال 2021 در ولایت مختار کوهستان بدخشان که اکثر اهالیش را پامیری‌ها تشکیل می‌دهند به ضد عملهای خودسرانه مقامات قدرتی و از مکالمه با مردم رو تافتن حکومت اعتراضهای گسترده دایر شدند. واکنش مقامات قطع اینترنت و علاقه موبیلی، تقویت حضور حربیان در منطقه، بستن راهها و تقویت بلاک پست‌ها، مقاله‌های پروپاگاندیستی در مطبوعات شد. قطع علاقه اینترنت به زندگی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاثیر شدیداً منفی می‌رساند. افراد علیحده و شرکت‌ها نمی‌توانند پردازهای خود را انجام دهند، از بانک‌ها پول نقد بگیرند، حسابات خود را به مقامات انداز و اداره‌های دیگر دولتی بفرستند. قطع علاقه موبیلی در منطقه شرایط زندگیش خیلی سخت در زمان پاندمی کرونا ویروس به حقوق بنیادی ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تهدید می‌کند. مایه نگرانی ویژه پایمال شدن حقوق تحصیل به سبب قطع علاقه شده است. گفته می‌شود در مراجعتنامه مموریال حامیان حقوق می‌نویسند استفاده بیش از حد چاره‌های فوق‌العاده ریسک مناقشه‌های را به وجود می‌آورد که در صورت دستکاری می‌تواند به مناقشه بین قوم‌ها تبدیل بیابد. به این دلیل به اعتقاد آنها وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان واکنش نهادهای بین المللی را طلب می‌کند. مقامات کشور باید به دستگیری اقتصادی و فرهنگی این منطقه تمرکز کرده از چاره‌های تعقیباتی پرهیز کنند و به تبعیض و ویران کردن قانونیت راه ندهند. مموریال می‌نویسد حوادث اخیر قزاقستان که اعتراضهای مردم به خشونت پیچید و به این کشور حتی اودکبه از بیرون نیرو وارد کرد، این ریسک‌ها را بازانداخت‌تر می‌کند. وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان به واکنش ساختارهای حمایت از حقوق انسان سازمان ملل ضرورت دارد. مقامات تاجیکستان باید بلافاصله علاقه موبیلی را برقرار و دسترسی باصفت در اینترنت را در همه ناحیه‌های بدخشان تامین کنند. در این بابت باید به تامین حقوق به تحصیل و یاری طبی اهمیت ویژه داده شود. باید مکالمه موثر بین مقامات و اهالی به راه انداخته شده تحقیق شفاف و زود موردهای هلاکت آدمان در جریان عملیات قدرتی و اعتراضها تامین کرده شود. گفته می شود در انجام مراجعتنامه مرکز ضد تبعیض مموریال مقامات تاجیکستان و ولایت مختار کوهستان بدخشان به این مراجعتنامه مموریال به ساختارهای شورای حقوق انسان سازمان ملل تا حال واکنش نکردند.